52 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی لیسه و گیمنازیای خوانندگان با لیاقت ریاست معارف ناحیه فیض‌آباد در دور جمهوریوی المپیادهای فنی در سال تحصیلی 2023-2024 بهترین دستاورد برای کارمندان ساحه معارف ناحیه فیض‌آباد میتوان عنوان کرد. غالب گردیدن 6 نفر خواننده با دریافت نمودن جایهای افتخاری و به دست آوردن مدال و دیپلم و افتخارنامه در دور جمهوریوی المپیادهای فنی اهل جامعه ناحیه را باز هم روح بلند نموده اشتراکچیان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد با تحفه‌های خاطره‌ای قدردانی گردیدند که در غالب گردیدن خوانندگان راهبریت و کارمندان مرکز دریافت و رشد استعدادهای ناحیه فیض‌آباد سهمی ارزنده گذاشتند. من این سال در دوره چهارم المپیاد در دوره جمهوریوی اشتراک نموده سزاوار جای سیوم گردیدم و خیلی خوشحال هستم. از فن زبان و ادبیات سزاوار جای گردیدم. میخوام نیز در آینده شرکت ورزش سزاوار جایهای نمایان گردم. نداری خود را به اساسگذار صلح وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و هم میرسونم که ما رو دستگیری نمودم. مرکز دریافت و رشد استعدادهای ناحیه فیض‌آباد از سال 2017 اینجانب فعالیت نموده در بازآموزی نسل نورس با تشکیل محفل‌های جالب و شوق‌آور از فن‌های گوناگون در میان خوانندگان محبوب گردیده است. مرکز دریافت و رشد استعدادهای ریاست معارف ناحیه فیض‌آباد با تشکیل و برگزار نمودن محفل و چاره‌بینی‌های جالب و رنگین فنی توانست که در مدت 7 سال فعالیت خوانندگان بیشتر را به این مرکز بازآموزی جلب نماید. در این مرکز دریافت و رشد استعدادهای ناحیه فیض‌آباد 18 گروه تعلیمی یعنی که در سال 2023-2024 فعالیت کرده ایستاده است. این زمان 180 نفر خواننده‌های صاحب استعداد مؤسسه تعلیمی ناحیه و مرکز دریافت جلب گردیده شدند. همزمان ما یک قسمت گروه‌های ما در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه گشوده شده است که در آنجا با آنها آموزگاران صاحب تجربه ما درس می‌آموزند. گذشته یعنی که سال گذشته در المپیادهای منطقوی در داخل ناحیوی منطقوی اینچنین در جمهوریوی خوانندگان صاحب استعدادهای ما اشتراک ورزیدند و جایهای نمایان را اشغال نمودند. امسال باشد خوانندگان مؤسسه تحصیلاتی ما در المپیادهای منطقوی جمهوریوی اشتراک نموده با گرفتن جایهای نمایان سزاوار گردیدند. اطلاع داده شد که سال جاری در دور ناحیوی المپیادهای فنی شماره بیشتری خوانندگان مرکز دریافت و رشد استعدادهای ناحیه فیض‌آباد اشتراک نمودند. تشکیل و راه‌اندازی مشغولیت‌های جالب و شوق‌آور از جانب مرکز دریافت و رشد استعدادهای ناحیه فیض‌آباد در آینده می‌تواند که از حساب خوانندگان فعال این مؤسسه شماره اشتراکچیان را در آزمون و المپیادهای فنی جمهوریوی و بین المللی در ناحیه از این هم بیشتر نماید. سال تحصیلی 2023-2024 را کارمندان مرکز دریافت و رشد استعدادهای ناحیه فیض‌آباد با چنین دستاوردها جنبست نمودند. هدف کارمندان مرکز دریافت و رشد استعدادهای ناحیه فیض‌آباد آینده همکاری را با پدر و مادران و مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه باز هم بهتر نموده خوانندگان با لیاقت را به محفل‌های فنی باز هم بیشتر جلب نمودن می باشد.